فروردین، آیت الکرسی و سوره مبارکه کهف. اردیبهشت، سوره مبارکه یاسین قلب قرآن و 4 قول. خرداد ماه، 4 قول و صدقه دادن. تیر ماه، سوره مبارکه نبأ، مرداد، سوره مبارکه الرحمن، شهریور، سوره مبارکه واقعه، مهر ماه، سوره مبارکه ملک، آبان، سوره مبارکه قریش، آذر ماه، سوره مبارکه زلزال، دی ماه، سوره مبارکه تکویر، بهمن، سوره مبارکه شمس و آیت الکرسی، اسفند، سوره مبارکه قدر. اگه تو هم میخوای شانس و برکت و خیر و روزی به زندگیت سرازیر بشه، این سوره ها رو بر اساس ماه تولدت بهت گفتم. همین الان کلمه خدا رو برام کامنت کن تا بهت بگم چه روزهایی و چه تعدادی باید این سوره های مبارک رو بخونی.